اوکی. سلام بچه ها، امروز اومدیم با یه بازی جدید به اسم Tales of Forgetting. آره شاید اینجا نوشته لندری نایت، اما این بازی اسمش Tales of Forgetting که توش 3 تا بازی داره. Unfinished بیزینس پایان نیافته، میرور آینه و بازی لندری نایت. لندری تو فیلم ها دیدین مثلا خارجی ها وقتی میخوان برن جای لباساشون رو میخوان بشورن میرن خوش کن، اونجاست میگه شب خوش کن، یعنی میره اینجا لباساشون رو میشورن و خوش میکنن. آره من امروز میخوام اینو بازی کنم و هر کدوم از این 2 تا بازی ها هم هر کدوم 3 تا بازی 2 تا اندینگ دارن که آره بریم. لندری نایت، شب خوش کن. شب خوش کن. صدا ماشین میاد، ماشین رو میبنده، از ماشین پیاده میشه، چند تا چیز میز برمیداره، راه میره سمت یه جایی، در رو باز میکنه و میگه که من خیلی دوست دارم وقتی که توی شب لباسامو خوش میکنم یا میرو خوششویی، همیشه ساده و هیچ کی دور و برم نیست، خیلی عادیه. سلام. میگه که اول از همه باید جعبه ها رو سبد لباس کثیف رو بردارم و بذارم توی واشر لباسشویی. اینجا چیه؟ سکه داد به مثلا چیپس بگیرم باش. چیپس ایت نام خوشمزه است. اینجا میگه فری پرسونالی تست شخصی لیندی هوپ. تبلیغ قرار نمیشه سگ گم شده پیدا شده 16 آگوست. ایول. آیلز که چیز ESL آیلز نیست، البته اونا که آیلز ندارن فکر نکنم دیگه. چی میگه؟ یه چیز این بود. آره نه چی میگه؟ Do anyone know the woman that's strange at the talk؟ یعنی چی؟ نوشته 5/2/17 میشه 2 فوریه فکر کنم، میشه 2 فوریه 1300 نه یه چیزی هست دیگه. نوشته که anyone know the strange woman، یک زن قوی فکر کنم نوشته at talk the homeless و چیزی stab her تو آن میگه که اون دختر رو توی 16 جولای دیدن. میگه سعی کرد باش حرف بزنه اما ناپدید شد دقیقا جلوی من. Holy shit, who is this white lady؟ she's a ghost. نوشته که لعنتی این چیز دختر بانوی عجیب چیه؟ فکر میکنم اون روحه. Don't be dramatic نشو. Ghost aren't میگه دراماتیک نشو، روحا نمیتونن اینو بخونن. اسکول. Do not be alone، تنها نباش. میگه که تنها نباش بعد 12 شب یا نیمه شب. میگه برای تو ساعت چنده؟ ساعت نوشته تقریبا 2 ساعت از نیمه شب گذشته. من اینجا باستادم دارم یادنامه بخونم. دقیقا کن رومی وره شعر میاد، رومی وره شعر نمیاد. خاموش کنیم اسکول.
اینجا گم شده، پیداش کنی $5000 میدن. روح این دختره نیست؟ چی میخوا؟ واسه من پولم بی نهایته. واسه آره پول بی نهایت. بنداز. ای والله هر کی بیاد اینجا تا صبح پول داره. چیپس بده. بیرونم چک بکنم من. این چیه؟ ای بهمون آبجو میده. درینک نه درینک آبجو نیست دیگه. درینک یه چیز نوشیدنی میده الان بهم. کوکاکولای مناطق محرومه. خب بچه ها به چخ رفت میشه. الان دقیقا 2 ساعت گذشته و اینکه ما فکر کنم زنیم و دیکت از اینا باید اضافه کنیم بهش. حالا باید پول بدیم. پول اینو بنداز. همشون با هم میخوام تموش. خب تو یه روز میومدی اینو میخوندی بعد میومدی اینجا. خب الان مردم زهر ترک میشن. یه اسکل یا میبینی میخواد بیاد بخورتت. من که بودم زهر ترک میشدم. یه بدبختی یهو میاد میگه منو بخورین. تازه یکی هم گم شده. یه روح اومده اینجا. چی با خودت فکر کردی؟ مثلا فکر کردی روح میاد بقیه باید بازی کنی؟ او خاک تو سره. حداقل اگه روح اومد آذوقه داشته باشم. حداقل خداشی میدونم روح سگ نیست. هر کی اومده یه چیز درباره روح نوشته دیگه. آها نه اینجا نوشته گوز آرنج رادیو. میگم قرمزت کن. بلکن تمام نشد. من اعتراض دارم اینجا کنده. من اعتراض فوق مستقیم دارم با کارخونه اینجا. این چیز گفت اصلا سریعتش کردم ولش. الان با احتمال زیاد باید خوش کنم. وای این پتوها رو که میرن میشورن. اصلا پت پوفیا خیلی خوبه. بشدار چی نوشته؟ درایر. نمیدونم یعنی چی درایر اما نوشته out of order. فوکسی چرا هوا نمیشه نشست؟ داشت ای بابا چرا هوا هن اینا؟ درد و نفرین به سفر باد. هر که آید خوش به حالش
به جهنم می رود. ساعت هنوز 1. اینا دارن میچرخن. من 10 دقیقه است دارم ضبط میکنم. آره من چلاقم. به من میگن چلاقلی. کنم قبل از اینکه روح بیلقلم از دست دادم. چلاقلی اما احمد علی مولا. سبدا گم شد. نمیشه من برم. اگه راب مای نمیتونم خوشگل رو بندازم. تمام شد میرم. سبد گم شد. جن زده است اینجا. نفرین زادگان. چقدر پول اونجاست. نکن بابا اینا رو بردار برو فقط از این گور جهنم. چه پسرای خوبی هن. رفتن رو هم. خدافز بچه ها. 12 شد. این اوت آف اوردر بود. 12 و 1 دقیقه شد. بذار من مرض. وای بدبخت شدم. میگه لطفا منو پیدا کن. فکر کنم بچه خوبیه. این گم شده نیست. فکر کنم رو گم شده است. شاید رفتن به ما کار نداره. میگه سلفونم خراب شده توی این تیک. تو نمیتونم برم خونه. میگه یک تلفن قدیمی اونجاست. آره به نظرم اول پیداش کنیم. این روح هر کار بخواد میتونه بکن. این روح یهو میاد گقمونو میگیره. به چخ میریم. خب من کجام هلپت کنم؟ آقا یه قسمت از بچه رئیس بودید. اون قسمت هایی که با گربا مشکل داشتن. بچه رئیس اینو میاد میگه که این تم روز باشه. بعد اون گربه مرده از اونجا عصبانی میشه. یعنی مامانش بوده. این شاید همونه. وای چجوری اینو یادم مونده. خیلی شبیهشه واقعا. خب سلام. کلیدو بده من. تو چه روانی هستی. کدوم find you. اینم تو سلاشخال چیه. ده کی مردی اینجا. میگه زن بدبخت. آینه دوکا بکنم الان باید از اون استفاده کنم. بودو بابا الان اجنه میافته دنبالمون. میگه تو غلط کردی آشغال. کی
میاد آدم میکشه و آدم رو تو سلاشقال قایم میکنه. من میگه آره من چیزم یا جد ساداتی. الله اکبر. ممنون. بدهکاری یا بعدا یه چیزه. او نوشته که معمای بالاخره حل شد. فکر کنم بسته شد اینجا. میگه که زن گم شده با یکی از مشتری همیشگی پیدا شد و توکتل تست اکوفاز گاتیز یکی از اندینگاش بود. این دفعه میرم ولی فکر کنم باید بریم چیز واسه من ویدیو رو استوب میکنم. اونجا رسید پلی میکنم. دوستان سلام دوباره. ببینید چی ساختم. سبد در سبد شوری ندارد، سبدان با کسی شوخی ندارد. هار هار هار. خب تموم شون دیگه. ای بابا هر کی اومده یکی با خط خرچنگ قورباغه نوشته، یکی با خط ریزملوچ نوشته، یکی با ماژیک نوشته، یکی با خودکار. الله اکبر الله اکبر. منم شدم مؤذن. الله دیوونه توی چشمام نگاه کن. من عشقم. واسه اشتباه شد. یه لحظه باید چیز کنیم. نه با جای دیگه نام ببریم. خود اون ماشین 1000 تا داره رد میشه. خاک تو سرت. دفعه جان بسکر میاد. حالا ببین یه اتفاق میفته. الان یه جنه میاد و اتفاق عجیب تر میفته چون من یه کاری کرده. نه هیچ کار نکردم. یه لحظه واسه دیوونه الان عشقم صدا کن. توی چشمام نگاه کن. من عشقم صدا کن. دیوونه لا 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 لا. خب ببین حالا اینو بچه‌ها کن. با بریم اونجا. نه خب الان جنه میاد ما رو میقوله. به احتمال زیاد میاد ما رو میقوله که کار نمی کنی. سلام تو منو رها کردی. مگه من زنت بودم که تو رو رها کنم؟ نوشته که ایگویدی شد هیواز یه بدبختی رفته بود تلفن زنگ بزنه بعد غیب شد. آخه امیدوارم از بازی اینو نیار بابا. لندری نایت خوشتون اومده باشه. ویدیوهای بعد آن فینیش بیزینس و میرور رو میریم تا ویدیوی دیگه. الله الله اکبر. همه شو در معظم.